صحبت رو با مهمونمون ادامه میدیم. یاسمین علی دودو و دخترکی جوانی 16 ساله امروز در مهمانی شو برنامه نبضی روز است. تا ستاره شدن از گهواره سرود میسراید. لحظه با مادر یاسمین صحبت داشتیم دوستان عزیز. با من گفتم که وقتی گهواره رو میجنبوندم و سرود الله رو میخوندم، البته که در خردسالی یاسمین بانو، یاسمین خود الله میگفت، الله یا الله. من به شما با آوازی زنده سرود میخوانم. مرحبا. نزدیکتر به هم بیار. یک دل میگه برو برو، یک دلم میگه نرو نرو، طاقت نداره دلم به تو چی کنم؟ پیشی عشقی زیبا زیبا، سایری کوچکی دنیا با یادی تویم هر جا ترکت نکنم. سلطانی قلبم تو هستی، دروازه های دلم رو شکستی، با ایمان یاره تو بر من ببستی، چشم انتظارم